تشکیلایی که ما چند وقت پیش براتون گزارش گرفته بودیم میریم باز ببینیم که قیمت ها چند است و این را ترسال میکنیم. در اینجا ختم شود باز الگویی که ما اونجا را میتیم. یعنی این جوان عزیز ما اول مسئولیت از قریهش آغاز میکنه، میخواد که مسئولیت بگیره. هموطنان عزیز ما باید بکنم که قیمت ها چند است، متشکلایی که تازه آمده چند است. 2 نفر راحت بردن میتونه، قابل توانایی 250 کیلو وزن است. او چند کیلو بود؟ او هم 250 است. بله. قیمت از چند است؟ این قیمتش $550 است، تخفیف داریم. در کدام متشکل‌های امروز میخواید تخفیف کنید؟ در ایران تخفیف میتیم براتون، برای از هم تخفیف. 500 چطور است؟ مشکل نیست، $500. بله. $500. بله. اینمی متشکل $500. اسپورتیات میشه ای باز. اسپورتیات میشه. یک کمی دیگه هم پایین بیا. جایداد نداره از باز. یک $5 دیگه هم بیا برو. برو $315. $315. مشکل نیست یا فقط خب بسیار ساده است. من مطمئن هستم بایسکل هم اگر یاد داشته باشید این را کنترل کردن میتونید. بله. بیننده های عزیز یوتیوب چنل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساخته باز هم در خدمت شماست. ما بازم معذرت میخوایم که گلون هنوز هم خوب نشده. در خدمت شما هستیم. امروز 21 سور که مصادف است با 11 می. امشب آخرین ال کلاسیکوی فصل فوتبال هم برگزار میشه. کسایی که عاشق فوتبال هستن فوتبال تماشا میکنن، مطمئن هستم که شما تماشا میکنین. پست کنده میگم که من فوتبال خیلی دوست دارم و طرفدار بارسلونا هستم. از لیگ قهرمانان بسیار ناجوان مردانه فریدیم. امیدوار هستیم که بازی امشب ببریم و لالیگا را از آن خود بکنیم. به هر صورت چوک صمیم سنچارکی دست راست ما مارکت تجارتی مونیس است که تشکیلایی که ما چند وقت پیش براتون گزارش گرفته بودیم میریم باز ببینیم که قیمت ها چند است و این را ترسال میکنیم. این جوان عزیز ما در گرمی حتما کورس میره، کدام جای میره، بیاین یک چند دقیقه صحبت بکنیم. سلام، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ خیر خیرت؟ بخیر هستید، صحتمند. سلامت، خانه آباد بخیر باشین. نامتان؟ یوسف احمدی هستم، یک تن از محصلین پانتون بلخ. از کجا هستی یوسف؟ از ولایت جوزجان، ولسوالی آقچه هستم. خودم از مسافر هستم در مزار شریف. کدام 15 زبان و ادبیات دری. سال چندم؟ سال دوم سمستر 3. بخیر. سمستر 3. بله. از پانتون آمدی کورس میخونی چی میکنی؟ فعلا پانتون آمدیم از 8 تا 11 بجه پانتونم است. باز لیله میریم ساعت 1 بجه کورس شخصی است. کورس چی میخونی؟ انگلیسی میخونیم. انگلیسی؟ بله. اکسپرت است یا چی؟ اکسپرت است. اکسپرت. بله. ماه چندم میتونه است؟ ماه اولم است که شوق داشتم باز بخونیم. خب ماه اول؟ بله. تصمیم داری بخیر انگلیسی رو یاد بگیری؟ ان شاء الله. در لیلی هستی؟ بله لیلی. برو خوب است دیگ نمیکنی دیگه. نه آشپز داری؟ والا. در اتاق چند نفر هستی؟ در اتاق 6 نفر هستیم، متفاوت است. خب ما یک وقت در لیلی میبودم مسئولیت ما فقط پاکاری اتاق بود. مثلا اتاق جارو میکردم، در کاسه شستن و دیگه چیزاش کار نداشتم. خودت مسئولیت چی است؟ مسئولیت ما رئیس اتاق هستم، فقط نظافت میبینیم و پاک یک تقسیمات داریم. بله که امروز نوکری کدام راست میگن، نوکری آواز، نوکری اتاق است و چی از مسافری است که گزاره است. دیگه مسافری دیگه 8 سال 9 سال ما دیگه مسافر بودیم، از دل شما میایم. باز خوب است که در لیلی هستین. اگر خودتان دیگ میکنین راست دیگ پخته کردن یاد داری یا نه؟ یاد دارم آشپزی را. آشپزی یاد داری؟ بله، چون وظیفه پدرم آشپزی است. باز یک نورایش مهارتایش به ما هم داده. بله. ترکمن پلاو خیلی پخته کردن میتونی؟ ترکمن اشلیکی، ترکمن پلاو، هر دویش مهارتای ماست که واقعا پلان داری که بخیر در آینده کدام بخش انتخاب بکنی؟ چون در زبان ادبیات داری مطمئن هستم که بخش‌های مختلف موجوده. می‌خوای استاد شوی، انگلیسی رو یاد میگیری، مؤثری بری، چه پلان داری بخیر؟ اولا با همکاری الله متعال بعضا یک هدفی که گرفتیم مدیر لیسه در طرفای قریه‌های ما که هستن لیسه، خصوصا علم‌ها
پسمانی هستن زیادتر از اکثر نگاه قریه تعلیم تربیه اکثر پسمانی است. میخوای اونا رو رشد بدی بخیر مسئولیتش بگیری. بله مثلا یک در اینجا ختم شود باز الگویی که ما اونجا را میتیم مثلا یعنی این جوان عزیز ما اول مسئولیت از قریهش آغاز میکنه، میخواد که مسئولیت بگیره در برابر جوانایی که در اون قریه است دسترسی خیلی آسان به تعلیم تربیه ندارن. آفرین عزیز، میگه اول از خانه شروع کن، خانه تو آباد کو باز کشور آباد کو. آفرین، سلامت باشید. با جوانای شما ما واقعا افتخار میکنیم. تشکر، زنده باشین. شما الگوی ما هستین، در طریق پیشرفت ما هستین که صدای ما را به بلندا میرسین. تشکر از اینکه خداوند به میام آهر و روزی دلتان شما را برسانه. جوان عزیز سلامت باشید. خانه آباد، موفق باشید، بخیر باشید. میریم این طرف موضوعی را که ما اشاره کردم. بعض دوستان ما را که میبینه خوب هم آرنگ میزنه، حتما ما را میشناسه یا میخواد که مزاحمت بکنه. او بیادر ما در زندگی به کسی مزاحمت نکردین، شما دیگه لطفا ما را زیاد آزار ندین دیگه، خواهش میکنم. میریم این طرف. بریدای عزیز، از گرمی مزار شریف باید فرار بکنیم، اما کجا باید فرار بکنیم؟ هیچ راه فرار نیست، باید به عکس‌های خود برسانیم. آمدیم پیش دوستای عزیز ما که از این موتورسیکلات تازه آورده، واقعا عجب شیفی دارد، عجب رنگی دارد، بسیار خوشم آمد از رنگای شیفایش. میریم که موتورسیکلایی که تازه آمده قیمتایشان چند است، با مدیر عمومی صحبت میکنیم و بعد آینه کارا بگیریم. اینجا خوب است، اینا کولر دارد، جایش خیلی سرد هستن. سلام علیکم. چیال داریم؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلام علیکم. قندوس خیر لک بخیر باش، بخیر لک. سوز بنام گپ میبونم گپ رلیک. گپ مدیر صاحب بنام گپ. مدیر صاحب بیاین. مدیر صاحب چیال دارین؟ دست بتم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتمند؟ اول اجازه است میوای که نمیشه بیان کنم که یک چند لحظه ما شما صحبت بکنیم. قیمت موتورسیکل‌ها را به هموطنان عزیز ما بیان بکنم که قیمت‌ها چند است، موتورسیکلایی که تازه آمده چند است. بیاین اینجا. موتورسیکل‌های تازه. اول خود یک معرفی بکنید نامتان. اسم من آسیف قریشی است، باشنده شهر مزار شریف. آسیف جان چطور است کاروبار؟ شکر است الحمدلله. میگذره؟ کلا موتورسیکل تازه آمده. موتورسیکل ما فعلا 3 دیزاین تازه داریم. 3 دیزاین تازه آمده. خب دیزایناش از همین سر شروع میکنیم؟ از همین اول شروع میکنیم. بله. خب سیست بگین مشخصات هزار اول. موتورسیکل ما دیزاین نو است، شکاری ساده است. شکاری ساده؟ بله. این دارای 1000 وات می باشه قوتش. خب 1000. بله. بطریش چقدر چارج میبره اجازه یا خواست؟ بطری 80 الی 90 کیلومتر مسیر طی میکنه در یک بار چارج کردن. 80 الی 90 کیلومتر. 90 کیلومتر. بله. یا باز ما در یا بطری اضافه کردیم. اول 4 بطری بود ولی 5 بطری میآید. خب 5 بطری همزمان میخوره، یک شتابنی است پشت سر چه؟ نه همزمان است. همزمان. بله. 5 بطری میخوره. بله. بطریاش 20 وات 12 وات 20.3 امپیر است باز. با 80 با یک بار چارج کردن 80 الی 90 کیلومتر. بله. در برنامه قبلی بعض دوستا پرسان کرده بود که در خامت گشت و گزارش چطور؟ مشکل نداره، یا در خامه یا با دارای 6 جمپین می باشه. جمپینای خیلی محکم باشه. بله. 4 پشت سر، 2 دانم پیش روی. ببینید 2 تا اینجا، 2 تا اونجا، 4 تا 2 تاش اونجا است پیش روی. بله پیش روی است 6 جمپین. این هم بود مشخصات در رابطه به این موتورسیکل. نامش چه میگیره؟ این نام شکاری ساده یاد میشه. شکاری ساده. خب قیمت شکاری ساده چند است؟ این قیمتش بر شما $500 است، باز خیر یک چیز تخفیف میتیم براتون. برای ما نمیخریم، اما کسایی که میخرن، کسایی که می‌نظر ما شما را از یوتیوب، فیسبوک و تیک تاک بنده میبیند، این قیمت ها را جدی بگیرین و مطمئن هستم که کمی ارزان هم میکنن. 500 میگه تخفیف داره. بله. $500 میگه اما تخفیف داره. این که چقدر برای شما تخفیف قائل میشه شما بس خودتان بیاین دیگه. و یک راز باشه خب پیش ما شما البته. خب این هم شد شکاری ساده. بله. این دارای 3 رنگ می باشه، رنگ فولادی، رنگ سبز. سرعتش 100 میل است یا باز. 100 سرعت از چند میل؟ اونم 100 میل است. اونم 100 میل است. خب این رنگش خوشم اومد. رنگ سبز. مشخصات هست بگیم. این مشخصاتش یک چیز است. از همون شیپ است، فقط رنگش تفاوت میکنه. از همون شیپ اول. بله. باز این شیپ دیگه را داریم فرق میکنه. آپشن. این شیپ این 4 تاش یک 4 تا یک رقم است. بله. فقط قیمت همه قیمت است. رنگش فرق میکنه. با ما مشخصات. بله. خوب شد. ببین این دومی بگیریم. اینی به نام شکاری ببری یاد میشه. شکاری ببری. بله. این از که اکثر کلان است. این کلانتر است. بله. این تا او جای 2 نفر داره. 2 نفر است، باز یک کمی آزادتر است از او کده دیگه. بله.
یک کمی آزادتر است. ببینید بله. دو نفر راحت بردن میتونه، قابل توانایی 250 کیلو وزن است. او چند کیلو بود؟ او رام 250 است. او 200. بله. این چه در یک بار چارج کردن چند کیلومتر راه؟ ایرام 80 الی 90 کیلومتر مسیر طی میکنه در یک بار چارج کردن. این چند بطری داره؟ 5. ایرام 5 بطری است. بله آپشنش یک رقم است، فقط دیزاین تفاوت میکنه. دیزاین. بازی قیمت از سوخت است. یک نرخ است هر دویش. یک نرخ است. بله 500 دلار. اگر نه یک ذره قواردار معلوم میشه. بازی یک کم شیپش فرق میکنه، هم دیزاینش کم بلندتر است. از این چند رنگ است؟ این هم 3 رنگ داره، فولادی داره، سیاه داره، سفید داره. فولادی، سیاه، سفید. بله. 5 بطری است گفتنی؟ بله. باز این چی است؟ این شارژرش است. ببینید شما به تصویر بگیرین. این شارژرش است. شارژر 60 وات است، قدر مصرف نداره. 60 وات. بله. بطریش تا چند ساعت چارج میشه؟ تا 3 الی 4 ساعت فول میشه. باز چارجرهای اتوماتیک داره، خودش که پر شد آف میشه. خودش آف میشه. بله آف میشه. در برق یعنی این برقای شهری دیگه. بله. ما به خاطر از این پرسش کردم چون ممکن است کسایی که لازم و شما را میبینن در قرجات و در ولسوالی ها زندگی میکنن باید به اونا یک ذره اطلاعات و معلومات داده شوند. و اون برقای سولار باشه میشه مشکل نداره. در برق سولار چارج میشه؟ بله میشه مشکل نداره. در برق سولار هم چارج میشه. اینجا باز جای چارجش هست، مثل موبایل واره چارج میشه. جای چارج کجاست؟ تصویر بگیرین اون. بیا همکار مجرد به تصویر بکشم جای چارج شه. امروز براتون یک تخفیف هم داریم باز. تخفیف هم هست؟ بله. هر متشکل که تخفیف میماندی باز برای ما بگو خواه که ما برای اونا برای بینیدای اسم مشخص بکنیم. این جای چارجش هست. چارجش هست. بله. چارجر باز شدگی خونه داریم. چارجر باز شدگی داره. اگر داشته باشین یک بیارین عملا برای بینیدای اسم ما یک نشان بدهیم که این چارج میشود. یه زمو است نه 60 وات است. این چارجرش هست. مثل چارجرش مثل چارجر مثل چیزای کامپیوتر واره است. بله. بینیدای اساس یعنی میم یعنی میره میگیرین فکر میکنم اینجا بند میشه. برق دیر میشه. بازی که گفتین که اتومات است وقتی که چارج شد بس خودش آف میکنه. بله. یعنی یه بود مشخصاتش بینیدای اساس از این ببر شکاری بگیم نه؟ شکاری ببری. بله. شکاری ببری. بله. ببینید شما اینجا باز در اسکرین کل چیز براتون نشان میده. سرعت براتون نشان میده. این دارای 3 گیر میباشه باز. 3 گیر؟ بله. گیر اول، گیر دو، گیر 3. اگر زیاد بدوانی در کدام گیر میدوانی؟ گیر 3 میدوانی. گیر 3. بله. گیر اول آهسته است دیگه. بله. گیر دوم باز یک ذره فشار میده، سرعت زیاد میشه. بله. و گیر سوم هم تیز میره. تیز میره. و این سرخ خاطرش است؟ این سرخ به خاطر گروپش است. این روشن میکنه باز اینجا دیمو فول میشه. پیش رو یک ویدیو بگیرین شما. برو باشید جان پیش رو برو. دیمو فول میشه باز. مثل موتورها چراغای لیزری داره. در شاخ یک کمی مسافت خوب زده میکنه. بله خیلی چراغای موتور ور لیزری هست دیگه. و اینا 0 کیلومتر است. یا 0 کیلومتر کارتان بسته میاد. اینجا هم جای چارتش براتون نشان میده. جای کیلومتر چقدر که گشتین. اینمی که پر شد سبز میشه یا سرخ میشه؟ سبز میشه. باز کم که شد سرخ میاد داخل. سرخ میشه. این جوال فعلا دگیر دو است. دو است نه؟ بله. سرعتش شما ببینین یک بار. 100 میل است. 100 میل موتور گارانتی. ایره ما شما یک کار میکنیم. در وقت آخر برنامه ما شما در سرک عمومی یک ایرک بله مشکل نیست. میبینیم که چقدر در سرعت داره. باز برای شما بینیدای اسمشون. خب این نوع سومش بود قریشی صاحب. بله. دیگه کدامش هست؟ اینا کلش یک دیزاین است. یک دیزاین است، فقط رنگاش تفاوت میکنه. رنگاش تفاوت میکنه. دیگه یک نوع دیزاین نو هم داره. می باز خیلی چیز کیفیت بالا کار شدگی سی به نام. این تازه آمده؟ بله. این به نام اسپورت یاد میشه باز. اسپورت. بله. این متشکل به نام اسپورت یاد میشه. ببخشید که برای من زنگ آمد. این هم تازه آمده؟ این هم تازه آمده. مشخصات زیر بگید. این مشخصاتش بیاین یک بار اسکرینش ببینین شما. خیلی یک اسکرین زیبا و مقبول کار شدگی است. خیلی یک چراغای زیبا کار شدگی است. این باز 800 وات است. او 1000 وات بود، این 800 وات است. این هم دارای 5 بطری می باشه. 5 بطری می باشه؟ بله. ایران کل مشخصات چه براتون اینجا نشان میده. مثلا یگان مشکل اگر پیدا چند کیلومتر راه میره باز؟ ایران 70 الی 80 کیلومتر مسیر. 70 الی 80 کیلومتر راه میرود. و این دو نفر برده میتونه؟ بله میتونه. این دارای 200 کیلو وزن قابل توانایی شده. 200. بله. قیمت از چند است؟ این قیمتش 550 دلار است. تخفیف داریم. در کدام تشکیلات امروز میخواید تخفیف کنید؟ در ایران تخفیف میتیم براتون، برای زوم تخفیف میتیم.
بفرمایید از همین حال شروع کنید. تخفیف چند این میکنید؟ $550 است. به خاطر شما وطنا باز 530 حساب کنیم. درست است؟ 530 خیلی قیمت است، یک ذره ارزان. 520 درست است؟ نه خیلی قیمت گفتی. یک کمی دیگه ارزان کن. 510 درست است؟ 500 چطور است؟ مشکل نیست. $500. بله. $500. بله. اینمی موتورسیکل به نام 500 اسپورتیات میشه ای باز. اسپورتیات بله. میشه. اگر شما آمد خیر است یکم تخفیف دیگر هم براتون میتونم، مطمئن هستم. مشکل نیست. اگر شما پیششون بین شماره شما در اختیارتون قرار میتون، ما مطمئن هستم که از این کدام یکم تخفیف برای شما ارائه میکنند. اینجا اگر آمدید اما تو به موتورسیکل نمیرید، ما مطمئن هستم بچه‌ها خیلی با اخلاق هستن. نام خدا از این چند نوع دارای دیزاین 3 رنگ می باشه. 3 رنگ است. ناگفتن همونه که بریک های وایکومی است با 6 بریک است. بله. موتورسیکل های کلان باره. هم پشت سر هم پیشی روی. بازی 4 جمپین داره، 2 جمپین. این 4 جمپین است باز. او 6 جمپین بودی 4 جمپین. 2 تا پشت سر 2 تا پیشی روی. بله. بله. نوع دیگه شما چی داره؟ نوع دیگه هم به نام ببری یاد میشه. ببری. کدامش است ببری؟ اینی است. این هم دارای 3 رنگ می باشه. 3 رنگ است. سیاه و سرخ است و سفید است. سفید است. یا باز 500 وات است. 500 وات. بله. او 1000 بود، او 800 بود، این 500 است. بله. این باز 4 بیتری است. 4 بیتری است. اونا 5 بیتری بود. 5 بیتری بود. یارم سرعتش 100 میل است. 100 میل. بله. یا باز 60 تا 70 کیلومتر مسیر طی میکنه. 60 تا 70. یا هم 3 گیر داره، کل مشخصاتش براتون اینجا نشان میده دیگه. یعنی پایدل هم داره، مثلا یگان جای دور میرین اضطراری کار می از پایدلش استفاده میکنه. بله. خب قیمت از چند است؟ این هم $430 است. امروز با تخفیف میگذاره. بگذار. خب تخفیف دیدی برای من نتی برای بیننده های عزیز ما. برای از اونا تخفیف 420 درست است؟ نه 410 درست است؟ نه 400 پوره در تخفیف میگذاریم. 400 پوره؟ بله. یعنی این شفاره که شما در تصویر میبینید قیمتش $400. قبلا فروشات ما $450 بود. $450 بود. از این یک چند دلار براتون ارزان میتر مزه مواریش میزنم به شرطی که شما بیایید. ما مشخصات تمام موتورسیکل‌ها را گرفتیم. یک کمی مونده. 2 دیزاین دیگه هم داریم. بله. خب این دیزاین رو هم بگین. این دیزاین خیلی خرد است نسبت به دیگران. این کلاسیک 16 اینچ یاد میشه. خب یا باز 500 وات است. سرعتش 80 میل است. 4 بیتری است. 4 بیتری. بله. این یک 50 کیلو میره. این 50 الی 60 کیلومتر مسیر طی میکنه. خب قیمت از اونها چند است؟ کلش یک موتورسیکل از دیزاینش فرق میکنه. یک اونو دیزاین داریم که او باز از این کده خردتر است. خب قیمتش از $350. 350. بله. امروز ایران با تخفیف میگذاریم. بگذار. پرشی سر بگذار. ایرا 340 حساب کنیم درست است؟ نه کمی ایره خواهد بیان باید خیلی تخفیف بکنی. 330 درست است؟ نه $330 هم درست نیست. $320 با تخفیف امروز ایران میگذاریم. یک کمی دیگه هم پایین بیا. جایداد نداره از باز. یک $5 دیگه هم بیا برو. $315. $315. این قیمت از بیننده عزیز $315 شد. با یک شیپ دیگه یک شیپ دیگه داریم. این باز این 400 وات است. او 500 وات بودی 400 وات. 400 وات است. این سرعت 60 میل است باز. خب بله. این باز از اون که قیمتش پایین است. 4 بیتری است. بله. این 330 از قیمت اصلیش فروشات ما 350 است. ایران امروز با تخفیف میگذاره. بگذار. 320 درست است؟ نه خب باید از اون که خیلی پایین باشه. 310 درست است؟ نه 300 پورا درست است؟ نه 300 هم درست است. $290 امروز تخفیف میگذاره. $290. $290 قیمت نمی موتورسیکل شد. شما با ما باشید. ما یک تو موتورسیکل من حیث نمونه میگیریم. اونجا میکشید صورتش، نمایش، رنگش، مقبولش دیافتا براتون نشون میدیم که چه قسم یارم با تخفیف میگذاریم. یا از قیمتش $500 است. 500 لیره گفتی؟ 480 حساب کنیم درست است؟ نه پایین بیا. 470 درست است؟ اگر ما باشم پیسه داشته باشم 470 هم برات میخرم، ولی من نفی بیننده عزیز مد نظر میگیرم. روزی را $450 با تخفیف میگذاریم. 450. بله هر دو شیپش. هر دو شیپش $500 است. بله. او هم 500 بود. بالاخره پس آمد بیننده عزیز به $450 تخفیف. اینی موتورسیکل خیلی شپش عالی است. قوی هم است. یا باز کوتالای بلند بالا میشه. یا اجازه است ما شما دو تایش منیس نمونه باز بکشیم بیرون ببریم که همکارم از بیرون تصویر بگیریم. درست. صحیح. شما با ما باشید. ما رو بیرون میکشید چند تصویر برای شما میگیریم.
قسمی که در تصویر میبینید ما او قریشته بایسکل‌ها را که موتورسیکل‌های برقی بگیم بله دوچرخه گفتم. دوچرخه برقی را کشیدیم واقعا یک ذره سرعت میگیریم. چی رقم است؟ بله پیش برو پیش برو پیش برو پیش برو که ما یک چند تصویر جانانه بگیریم. این رنگ را که ما گرفتیم واقعا خیلی رنگش خوشم آمد. رنگ مقبول است. از رنگ موتورسیکل قریشی که خیلی خوب است. بله خیلی خوب است. این را در تخفیف ماندی نه؟ بله. چند بود؟ این را $500 بود. 500؟ بله قیمت اصلیش 550 بود، ما $500 بود. $500 ماندی. و دیگر 4.5 که ماندی و داخل کدامش بود؟ این بود و او بود. او است که اونا اسوار است. ما تا می پانتون بلخ یک دوره میزنیم. باز پس پشت سر میاییم. ما قیاد هم نداره. مقصد قریشته یک ذره پیش برو که موتورسیکل ما را موتورای دیگه ما را رنگ میزنه میترسونه ما را. نه قدر مشکل نیست یا فقط ریس بسیار ساده است. من مطمئن هستم بایسکل ما اگر یاد داشته باشی این را کنترل کردن میتونی. بله. دور میزنیم از اینجا پس میریم اون طرف. اشاره تانو بزنیم. اشاره ایش کدام هست اشاره؟ اینی؟ یک سعی کنم یک دقیقه سعی کنم. بیاین. واقعا بینیده عزیز مرا خیلی خوشم آمد. خیلی یک چیز نرم و راحت است. شما یک ذره پیش برین. درست است. نه اینا را گفتم اینا را. پیش برین پیش برین. پیش برین شما. ما یک ذره سرعت میگیریم. پیش برین. عجب کیف میکنه دایی قربان آب و هوای وطن شویم. از نزدیک پانتون بلخ ما پس دوره زدیم. میریم بس بخیر طرف همون جایی که برنامه گرفته بودیم. هر موتورسیکلی را که شما خوش کردیم ما مطمئن هستیم از قیمت‌هایی را که اسب جان براتون گفتن از قیمت‌ها ما ان شاء الله براتون ارزان میگیریم. فقط شما فقط دیزاینشون خوش بکنید که واسه ما همراهشان صحبت میکنیم و از اسب جان حتما براتون ارزان میگیریم. یک ذره پیش بره که ما که هستیم یک ذره احساساتی شده رئیس میگم علیکم گیر هوایی نزنم اون طرف از پیش شما تیر نشین. کامرامان میگه مرا نزنی. نه خدا میزنم خودت نمیزنم دل جمع باشن. دور میخوریم بخیر. بله برین بخیر برین. ما هم رفتیم دیگه. بله رفتیم. بیاین از این طرف بیاین. ما از این طرف آمدم یک کمی پیش دستی کردم. به اینجا یک ریز بتون. اوه این هم بود یک دوره جانانه از این موتورسیکل‌ها. تشکر میکنم از جناب. یک ذره باید والی از اینجا تاشم ببرم که والی خدا نخواسته در داخل دکان نزنم. نه ان شاء الله او قدر تجربه داریم. بیا ایرم استاد کن. درست. یکی از جذابیت از این موتورسیکل‌هایی است که صدا نداره. بله صدا نداره. فقط با محیط زیست یا آلودگی محیط زیست به بار نمیره. اصلا صدا نداره مثل موتورهای برقی فیوز. بله هیچ سر صدا نداره. هیچ احساس نمیکنه که روشن باشه. واقعا از شما یک تشکری ویژه میکنم که همراه ما یک جای شهر دمنه زدین. این بود گزارش امروزی ما که از این موتورسیکل‌های دوچرخه برقی بر شما تهیه کردیم. آصف جان بسیار زیاد تشکر. دوستان مطمئن هستم که زنگ میزنه براتون و او تخفیفی که مد نظر گرفته بودین از اون یک کمی برش تخفیف. درست است. مشکل صحیح است. ما در خدمت. قربانتان سلامت باشید. سلام علیکم. سلامت علیکم. صاف بخیر باشید. تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزاده در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. خداوند حافظتان.